با درود و سلام خدمت تمام شما دوستای عزیز، امید جور صحت سلامت باشین. امروز در رابطه با دریافت ویزای ترکیه از ایران برای افغان ها معلومات مفید داریم. خدا کنه تا آخر ویدیو همراهی من کنین و از داشته های برنامه لذت ببرین. عزیزان دل، دریافت ویزای ترکیه از ایران برای افغان ها امکان پذیر است، هرچند تنها اتباع افغانی که در ایران دارای اقامت ایران و پاسپورت هستند می توانند از ایران برای دریافت ویزای ترکیه اقدام کنند. در غیر این صورت شما باید از طریق سفارت ترکیه در افغانستان برای دریافت یکی از انواع ویزای ترکیه پیش قدم شوید. به طور کلی دو نوع ویزای ترکیه برای افغان ها از ایران و یا از افغانستان صادر می شود: ویزای برچسبی یا لیبلدار که روی پاسپورت چسبانیده می شود و ویزای الکترونیکی. ویزای الکترونیکی برای اهداف مثل گردشگری و توریستی صادر می شود. مراحل دریافت آن به صورت آنلاین است. شما باید به وبسایت ای ویزا مراجعه کنید. پس از انتخاب کشور، محل اقامت، تکمیل فرم درخواست ویزای توریستی و پرداخت هزینه $60 ویزای مورد نظر برای شما صادر می شود. این ویزا از تاریخ صدور 180 روز اعتبار دارد و به افغان ها اجازه می دهد که 30 روز در ترکیه اقامت داشته باشند. بهتر است 48 ساعت قبل از سفر برای دریافت ویزای الکترونیکی ترکیه اقدام شود. و اما ویزای لیبلدار نوعی از ویزای ترکیه است که برای دریافت آن باید به سفارتخانه ترکیه در محل اقامت خود مراجعه کنید و بیشتر برای اهداف همچون تحصیل در ترکیه، کار، همچنان درمان و مورد دیگر صادر می شود. افغان ها برای درخواست ویزا جهت ورود و یا مهاجرت به ترکیه لازم است مراحل را طی کنند. این مراحل باید به درستی و به ترتیب انجام شود، چرا که با کوچکترین اشتباه ممکن است درخواست شما برای اخذ ویزای ترکیه رد شود. در حالت کلی پاسپورت افغانستان جزو پاسپورت های ضعیف به شمار می رود و فقط 27 کشور اجازه می دهد افغانستان را، البته که بدون ویزا به آن کشورها سفر شود. به خاطر همین موضوع ابتدا باید مشخص کنید که به کدام نوع ویزای ترکیه شما نیاز دارید. پس از تعیین نوع ویزا حداقل 1 ماه یا 2 ماه پیش شما باید قبل از اینکه وارد ترکیه شوید به خاطر دریافت ویزای ترکیه شما اقدام کنید. دوستان عزیز، زمانی که شما میخواین از کشور ایران به خاطر دریافت ویزای ترکیه اقدام کنید، در قدم اول شما باید اقامت ایران داشته باشین، اقامت 1 ساله ایران، البته نه اقامت دائمی. اگر اقامت دائمی باشه که مشکلی نیست و اگر اقامت دائمی ندارین شما میتونین با اقامت 1 ساله و همچنان اکانت بانک یا امو استیتمنت بانکی، زمان که شما اکانت بانک داشته باشین، استیتمنت بانکی از ترکیه از بانک گرفته و او را پیشکش میکنین به سفارت، جمع اسنادهای دیگر به خاطر دریافت ویزای ترکیه. بعدا شما میتونین که اقدام کنین به خاطر گرفتن ویزای ترکیه از سفارتخانه ترکیه در تهران یا هر شهری که باشد. برای دریافت ویزای ترکیه باید فرم آنلاین آن را در وبسایت سفارتخانه ترکیه تکمیل کنید. این فرم حاوی چند سوال است، البته در مورد هویت، ملیت و هدف شما از بازدید به ترکیه. پس از تکمیل فرم آنلاین خود سیستم مشخص میکنه که برای دریافت ویزای مورد نظر به چه نوع اسناد شما نیاز دارید و همچنان تاریخ و زمان دقیق برای مصاحبه ویزا به شما داده می شود. در روز مصاحبه باید در سفارتخانه یا قنسولگری ترکیه در کشور محل اقامت حاضر شوید و اطمینان حاصل کنید که تمام مدارک مورد نیاز را با خود گرفته اید. شما برای اخذ ویزای ترکیه در یک مصاحبه کوتاه با یک افسر کنسولی ترکیه شرکت خواهید کرد و افسر کنسولی در این مصاحبه از شما چند سوال در مورد هدفتان سفر به ترکیه خواهد پرسید. مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای ترکیه به نوع ویزا یا ویزای درخواستی شما بستگی دارد، اما در مجموع مدارکی که از طرف سفارت از شما خواسته میشه پاسپورت معتبر است که حداقل 6 ماه باید وقت داشته باشد و همچنان ارائه مدارک است که نشان دهد شما در ترکیه محل و خاطر اقامت دارید یا ریزرویشن هتل از شما میخواه یا اجاره خانه میخواه یا سند ملک از شما میخواه یا همچنان دعوتنامه است
طرف شخص میزبان در ترکیه از شما حتما سفارت اینا را از شما میخواهد. و اثبات کردن توانایی مالی با عبارت برای هر روز در ترکیه شما باید مبلغ حدود 50 یورو را ارائه دهید یا نشان دهید که شما میتونید هر روز مبلغ 50 یورو در ترکیه شما به مصرف برسانید. و دوستای عزیز از شما تکت رفت و برگشت هم میخواهد. شما باید تکت بوک کنید زمانی که به خاطر دریافت ویزای ترکیه درخواستی میدهید و همچنان بیمه مسافرتی باید داشته باشید و بعضا از شما سند گواهی عدم سوء پیشینه هم میخواهد. بسیاری اوقات این سند از شما نمیخواهد. البته دوستای عزیز ویزاهای ترکیه قسمی که گفتم ویزای الکترونیکی هم است، اما ویزای الکترونیکی به افغانهای صادر میشه که اونا ویزای کشورهای شنگن را داشته باشن یا ویزای کشور امریکا یا بریتانیا یا ایرلند داشته باشن. اونا میتونن که از طریق خود وبسایت آنلاین یا ای ویزا کشور ترکیه درخواست بدن و در ظرف 1 ساعت یا کمتر از 1 ساعت برشون ویزا صادر میشه. اما اونجا از شما اقامت کشورهای شنگن، البته عضو شنگن یا از آمریکا، بریتانیا، ایرلند حتما از شما میخواهد. بدون از این ویزا شما نمیتونین به خاطر ویزای آنلاین کشور ترکیه اپلای کنین، یعنی از اون مرحله اصلا شما نمیتونین که مرحله را پاس کنین. اما ویزاهایی که به خود سفارت براتون صادر میشه، مدارکی که در بالا براتون گفتم تمامش لازم است، باید این مدارک شما داشته باشین به خاطر دریافت ویزای ترکیه. و قیمت نهایی ویزای ترکیه $60 است، از این بیشتر نیست. اما ای که نظر به کمبود اسنادها بسیاری افغانها ویزا را گرفتن نمیتونن یا مسافرت برشون ویزا نمیزنه. قیمتها در بازار سیاه و در بین کمیشنکارا خیلی بالا میزنه. حتی در افغانستان که در حال حاضر فکر کنم تا 5000 یا $4000 قیمت ویزای ترکیه در بازار سیاه فعلا هست و مردمی که مجبور است به کشور ترکیه برن، بسیاری کارهایشان مانده، بسیاری تجارت اونجا دارن، بسیاری به خاطر مریضی میرن، مجبور است پیسه را بتن و به یک نوع ویزا دریافت کنن. در افغانستان هم اگر ما میخوایم به خاطر ویزای ترکیه اپلای کنیم، باید اسناد چون استیتمنت بانکی، پاسپورت معتبر، عدم گواهی عدم سوء پیشینه، این مدارک داشته باشیم و تکت رفت و برگشت باید ما بوک کنیم و بیمه مسافرتی باید داشته باشیم. از زمانی که این مدارک اسنادها را داشته باشیم، ما میتونیم که از افغانستان هم به خاطر ویزای ترکیه اپلای کنیم، بدون هیچ مشکل بر ما ویزا میتن. اگر ویزا نمیتن به این خاطر است که در اسناد ما کدام کمی و کاستی موجود می باشه و ما نمیتونیم که ویزای خود اخذ کنیم. بسیاری از دوستان که در افغانستان شاید بر شما بهتر معلوم باشه که استیتمنت بانکی جعلی یا تقلبی جور میکنن و میخواین که توسط از او ویزای ترکیه دریافت کنن که بعدا این کار امکان نداره. از طرف خود سفارت ترکیه چک میشه، استیتمنت که جعلی باشه یا تقلبی باشه تمام از اونا برشان معلوم میشه و ویزا ریجکت میخوره یا رد میشه. دوستای عزیز، اگر در رابطه با ویزای ترکیه شما سوال دارین میتونین در قسمت کامنت ها برام نوشته کنین، به زودترین فرصت براتون جواب میتونم. این بود ویدیو امروز ما، تا ویدیو بعد موفق و سربلند باشین.